برا ابن عازب میگوید بار پیغمبر خدا را در مدینه دیدم، یک ردای سرخ پوشیده بودند، ردای سرخ، لباس سرخ، بعضی بچه‌هایش رو دارند، موی سرشان چون مشک سیاه بود، ریششان چون مشک سیاه بود، رخسارشان چون ماه می درخشید، بر لباسی سرخ داشتند. وای الله، میگه وقتی که من او رو دیدم آنچنان زیبا و خوشرو در نظرم نمایان شد که خوشروتر از او تا حیات داشتم دیگر کسی را ندیدم. ببینید رسول اکرم چی زیبا بودم. حتی به یادم می آید واقعی پیش از پیغمبریشان بگید ابن عساکر در تاریخش در شهر مکه و جزیره العرب خوشحالی سخت شد. خداوند از این تو خوشحالی جمهوری ما رو نگه دارد. همه مردم به داد آمدند، مالها همه تلف شد. شهر مکه تهدید گرسنگی سخت میکرد. اشراف مکه نزد ابو طالب آمدند، گفتند ابو طالب بیا تو نزد خانه کعبه رو، تو سردار قوم هستی، دعای کن خداوند برای ما باران دهد. راوی حکایه میگوید من آنجا بودم در صحن خانه کعبه. ابو طالب میگوید آمد، همراهش یک پسرچی 9 ساله یا 10 ساله بود میگوید و چند طفل دیگری هم همراهش بود. ابو طالب میگه دست خود گرفت و دست این طفل گذاشت. او چنان زیبا بود که خیال میکردی که آفتاب از زیر ابر برآمده باشد، روش مانند آفتاب جلا میداد. دستش به دست این طفل گذاشت و دعا کرد. حالا دعای ابو طالب تمام نشده بود که بالای شهر مکه را ابرهای بارانی فرا گرفت و باران به باریدن شروع کرد. راوی حکایه میگوید بعدتر دانستم که این طفل بابرکت محمد حبیب دلها بوده است. بنابراین حضرت برا این میگوید که والله زیباتر و خوشروتر از محمد، چی در لباس پوشی، چی در تازه نگاه داشتنی موی سر و ریش خود، کسی را ندیدن. بنابراین بچه های خوشرو، شما هم همیشه تازه باشید، همیشه پاکیزه باشید، همیشه لباساتان آزاده باشد. انس میگوید، حضرت انس رضی الله تعالی عنه، ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول الله صلی الله علیه و سلم. دستان پیغمبر خدا رو میگه که من می داشتم و دستم می قپیدم، خواه برای زیارت بود، خواه برای کاری بود. دستان پیغمبر خدا آنچنان ملایم و آنچنان نرم و لطیف بود که والله میگه نه ابریشم و نه حریر نه دیباج مانند کف دست محمد ملایم نبود. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ببینه این دسته بود که کسی را آخر آزار نداده بود. ولا شممت رائحة اطیب من ریح رسول الله صلی الله علیه و سلم. و هیچ خوشبویی را هم خوشبویتر از بوی محمد نیافتم. والله وقتی که رسول اکرم به کوچه می رفتند، بعد از چند ساعت گذشتنشان هم اصحاب اگر به همون کوچه می رفتند می فهمیدن که از این کوچه محمد گذشته است. یعنی بوی خوشی او در مشامشان می رسید. ببینید پیغمبر بزرگوار ما چگونه اخلاق داشتن. بنابر شاعرم میگوید در نعت او زبانی فصاحت کجا رسد، در نعت او زبانی فصاحت کجا رسد، بود پیش آفتاب چی سازد سحار. یا الله، کدام فصیح، کدام خوش فصاحت و بلاغت میتواند صفت این آفتاب تابان رسالت، صفت انسان را که خداوند در شأن
عظیم بیان سازد. با گفت عطار واصفان در وصف تو حیران شده، سرشناسان نیز سرگردان شده. پیغمبر بزرگوار با آنکه حبیب خدا بود، با آنکه خلیل خدا بود، با آنکه رسول الهی بود، با پروردگار خود چه معامله داشت؟ مگر مانند بعض انسان‌هایی که با ایشانزادگی و با سیدزادگی و با کلانزادگیشان افتخار کرده پروای بندگی خدا ندارند؟ مگر محمد هم تو بود؟ ببین عزیزان من، این آفتاب تابان رسالت، این حبیب دلها با خدای خود چگونه عبادت میکرد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أكرمه به من الرسالة والخلة والاصطفاء، مع ما غفر الله له من ذنوبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أعظم الناس اجتهادا في العبادة. معرخا میگن این پیغمبر با وجودی که به خدا اینقدر نزدیک بود، با وجودی که خداوند اعلان کرده بود که حبیبی من تو گناه نداری، همه گناههای تو را من از روز اولی به دنیا آمدن تا روز مرگ او کرده هستم، بخشیده هستم، این اعلان برای جهانیان خدا کرد. با وجود این پیغمبر بزرگوار آنقدر در عبادت خدا غرق بشدند، مشغول بشدند، گاه از بسیاری عبادت پاهاشان ورم میکرد، چشماشان از اشک ریختن سرخ بشد. ببینید حضرتی مغیره ابن شعبه میگن حدیث صحیح هست، قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. پیغمبر خدا شبها آنقدر قیام لیل میکردن، نماز شب و دور و دراز میخواندن که پاهای مبارک ورم کرد. ما میگه دلامون براش میسوخت، فکر حبیب خدا آخر پروردگار همه گناههای شما را عفو کرده است، گذشته است، چوه اینقدر شرمداری، چوه اینقدر رنج و زحمت زیاد میکشید؟ حضرت در جواب میگفتن افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده سپاسگزار نیستم؟ خداوند برای من اینقدر مهربانی کرد، من شکرانی او را نگویم، من عبادتی او را نکنم؟ بنابر حضرت عایشه مادر ما میگد قام رسول الله صلی الله علیه وسلم الليلة كله بآية واحدة. از شبها میشد بخواندن یک آیت و تکرار یک آیت محمد شب روز میکرد. رنگی ما ایشان خواب میرفت، رنگی ما پیشواهای دین نمازی بامداد قضا میکرد. من از حضور بستر و بالین گذشتم، شبها دراز پایم دراز و نیست به شبها ز حرمتت. دوستای خدا چقدر به خدا نزدیکتر شوند، خوف اونها زائدتر می شود، ریاضت و عبادت اونها زائدتر می شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عزیزان من چگونه زهد داشتند، تقوا داشتند، پرهیزگاری داشتند. آره جزیره العرب پر در اختیار رسول اکرم در آمده بود. شهر مدینه و اهالی او مال و جان خود برای محمد داده بودند. گاها در صحن مسجد محمدی طلا توپ میشد، تیپه میشد، تا بیگاه تقسیم میکردن به مردم میدادن. اما خود محمد چگونه زندگی میکرد؟ مگر قصر عالی داشت؟
مگر مانندی من خانه دو قبطه داشت؟ مگر دیوانهای ملایم و کرپاهای مخمل داشت؟ ببینی عزیزان من، رسول اکرم زهدش چگونه بود؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگویند بار نزد رسول اکرم آمدم، پیغمبر خدا را دیدم که بالای بوریا ده خوابند. بوریا حتی کرپه نبود، حالا دیوان ایستاد، کراوات ملایم ایستاد، بوریایی که از نای تراشی ساز کرده بود. حضرت بالای او خواب بودن. میگن عمر میگن من از در آمدم، پیغمبر بزرگوار پیش من خست و نشست و قد اثر فی جنبه، پهلوهای مبارکی رسول اکرم کتفای مبارکش پی بوریا ششتگی بود، نقشی بوریا در بدن زیبای محمد نشسته بود. عمر میگه خب نگاه داشته نتانستم به اختیار گریان شدم. فحملت عین عمر فقال ما لك یا عمر، گفتم عمر چی شد؟ پیغمبر خدا پرسید. فقال یا رسول الله انت صفوة الله فی خلقه، تو حبیب خدایی، تو برگزیده جهانیانی، تو بهترین موجوداتی. این حال شما رو ببین، بالای بوریا نقش بوریا بر بدن شما نشست و کسرا و قیصر فیما هما فیه من الراحة والتنعم، شاه ایران و شاه روم بالای تخته های ملایم، بالای دیوان های $10,000، بالای کرپه های راحت هستند. شما باشید پادشاهی دو عالمید بالای بوریا. این مقصد عمر چی بود؟ مقصد عمر این بود که یا رسول الله آخر اینقدر سربت و پایگیری می بیاد، آخر برای خود لااقل یک کرپه ملایم کنه تا زیر پای خود اندازه بالای او خاروه. این چی حال است الها؟ حضرت رسول اکرم به عمر چی گفتند؟ یا عمر او فی شکین انت، عمر گفتند تو در پیغمبری من شک داری؟ تو شبهه داری که رسالتی منده یا پیغمبریم ده؟ این سؤال از من میدی؟ حضرت عمر گفتند نه یا رسول الله خدا پدازید، من شک ندارم، من میدانم تو حبیب خدا هستی، اکلاخی کمی هم بدن خدا راحت دهید. حضرت چی گفتند؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا. گفتند عمر این پادشاه ها قیصر و روم ها، این ثروتمندها کسانی هستند که خداوند راحتی اونها را در همین دنیا داده است، معیشت و راحتشان همین جاست، همون لحظه که جان از بدنشان برآمد اونها در عذابند. عمر مالی وللدنیا وما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. گفتند عمر من کجا و دنیا کجا؟ برای من دنیا چی در کار است؟ گفتند من مانندی همون سواره هستم که در راه روانم، آفتاب گرم شد و زیر درخت برای دم گرفتن فرآمدم و لحظه دم میگیرم و برآمده میرم. آخر من دنیا دوست همین قدر است، برای همین قدر لحظه میشود قصر سازم، برای همین قدر لحظه میشود گردیتور خرم، برای همین قدر لحظه میشود اسباب معیشت راحت آماده کنم. عزیزان من، پیغمبر ما گاها عایشه میگوید 3 روز و 4 روز و گاها ماه میشد دیگی پیغمبر تکش علاوه نمیدید. برادری و برابری در اسلام است. به خاطر هم که اصحاب بزرگوارش کم بغل بودن، اکثر
یک ردای تنها داشتند، محمد هم بالای دیوان خواب نمیکرد. این است برابری، این است برادری. مگر شعاری که کمونیستا داشتن برادری و برابری همون شعار بود؟ خودشان در قصرهای عالی و بالای تخته ها مردم در درون پخته از بالا سمالیات دارشان میزد با شعار برابری و برادری. الله، این بود زهد پیغمبر. خیلی خوشم می آید سلطان تختی ملک عقبا حضرت عمر، اونها پادشاهان دنیا هستند اما ما پادشاهی آخرتیم، پادشاهی جنتیم. امیران خواستن اعزاز دنیا، امیران خواستن اعزاز دنیا، طلب کردیم و ما از وصل مولا. این پادشاه ها عزت دنیا را خواستن، اینها راحت دنیا را خواستن، اما ما عزت و راحت پیشگاه خدا را خواستیم. به اهل الله نقشی بوریابه، حضرت مولی باش بگه، به اهل الله نقشی بوریابه، براحت عاشقی دنیا مرغوب. به اهل الله نقشی بوریا خوب، براحت عاشقی دنیاست مرغوب. خدا رحمت کنه. علامه اقبال انبیا میگویند در یکی از سخنهاشان، سروری در دین ما خدمتگری است، سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی و فقری حیدری است. آن امامان که امیری کردند در امیری هم فقیری کردند. این است دموکراسیا. بنابراین یکی از نویسندگان فرانسوی ابوالحسن اندلوی در سیرتشان آورده بودند، وقتی که تاریخ پیغمبر بزرگوار ما رو میگد از اول تا آخر مطالعه کرد، آنچنان به هیجان آمد، باید گفت که اینو میگویند دموکراتیا. این است دموکراتیایی که ما امروز پیشواها دعوا داریم در سیرت محمد او را جویه. حضرت علی رضی الله تعالی، حضرت عمر 11 سال حکومت داشتند، دو پادشاهی زورترین عالم به خاک یکسان کردند. پوستین مبارکشان 11 دربه داشت، تختشان بوریای مسجد بود، سایبانشان درخت خرمای بیرون مدینه بود که خود تنها زیر او بالای رگ رفت خواب میرفتند که از نام عمر کسرا و قیصرها می لرزیدند. عدل فاروقی و فقری حیدری است. آن امامان که امیری کردند در امیری هم فقیری کردند. پیغمبر بزرگوار چگونه خود این زهد داشتند. خاندان ایشان هم این زهد داشت، مانند حاکم های امروز، مانند پیشواهای دینی امروز. خانه های زیبا و برای فرزندانشان ماشین های ملایم و برای دخترانشان طلا و هاری های زیاد داشتن یا نه؟ کله همین لحظه میخواهم برای شما گویم، البته ما همین داخل هستیم، اما این پیغمبر بزرگوار چگونه با خاندان خود با همسران و با دختران خود معامله داشتند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می‌فرماید كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فی مهنة اهله فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة. پیغمبر خدا همیشه در خانه کار میکردن، علاق میکردن، گاه خوشان خمیر میکردن، گاه خانه میرفتن، گاه کربه میپرتافتن. عایشه میگوید وقتی نماز که میشد همه کار فراموش میکردن و سوی نماز میفرمودند. بنابر عزیزان من، شما هم وقتی که در خانه هاتان کار میکنید برای روزگار عبادت ثواب، اما وقتی نماز که شد چون پیغمبر بزرگوارتان همه کار مونید برای نماز، برای راز و نیاز با خدا به مسجد بیایید. این سیرت پیغمبر شما. انس میگوید ما رأيت احدا ارحم بالعيال من رسول الله صلی الله علیه و سلم. نسبت به خاندان خود هیچ کسی را من مهربانتر و دلسوزتر از پیغمبر خدا ندیدم. رسول اکرم نسبت به همه زنهاشان محبت داشتند، همه‌شان دوست می‌داشتند، همه‌شان احترام می‌کردند، در حالتهای ناراحتیشان و بیماریشان غمگساری می‌کردند، دلسوزی خود اظهار می‌کردند. رسول اکرم وقتی که غذا می‌آوردند پیششان همسراشان هرگز غذاها را حضرت نهی نمی‌کردند. ما عاب النبی صلی الله علیه و سلم طعاما قط ان اشتهاه اکله. اگر میخواستند دلشان میکشید میخوردند، اگر اشتیاشان نمیبود نمیخوردند، اما نمیگفتند که این ترش است یا این شور کردی یا این ملایم کردی. چگونه بعضی ما عادت داریم، بعضی حتی شوهرای جاهل میدانم که چگونه از خواهرها رو مطلوباشان به من معلوم میشه. وقتی که همسراشان غذا را اگر شور کنن یا تیز، کاسه طعام گرفته در سر همسر فیزده است. عزیزان من، عاشقان محمد، امتای حبیب خدا، این خلق پیغمبر شما نیست. پیغمبر شما هرگز طعام را نهی نکرده بود. بنابر خواه در محفل مهمان میشوید، خواه در خانه خودتان است، غذا را ایراد نگیرید. دادرای عزیز، حضرت رسول اکرم یک دختر داشتند، دیگرانشان وفات کرده بود، چی زینب و چی کلثوم و چی رقیه. فاطمه نور چشم آخر مونده بود و خلاص، دیگر نه پسراشان بود و نه دختراشان. فاطمه را خیلی دوست می داشتن، آنقدر دوست می داشتن که هر بار فاطمه برای زیارت به خانه پیغمبر خدا می آمد، شرفه پای فاطمه را می شنید، از جاش می خیست، پیشواز فاطمه می برآمد، او را می کپید، دستاش از پیشانیش رو سارهاش بوسه می کرد، می آورد در جای خودش می شناست. مگر کدام پدر دخترش این تو دوست دارد؟ کدام ما و شما نسبت به دخترمان اینقدر مهربانه؟ البته الحمدلله هستیم، لیکن به این حد، به این آداب هیچ کدام ما نمیرسید. بینه برای خاطر فاطمه که او همون وقت 20 و 21 و 22 بود، پیغمبر میخیست، پیشواز میبرآمد، او را بوسه میکرد. بنابر بوسه کردن فرزند، عزیزان من، این از رحم است. ولی بعضی کتاب ها در بوسه کردن فرزند نهی کردن، این خطا هست. ان همین دختر نور چشم فاطمه سلام الله علیها، این دختر ایرکشان بود گویم، مثل دخترای امروز حاکم ها در حساب بانکیش میلیارد دلار پول داشت، مثل دخترای حاکمای امروزه بارین پرزیدنت ها بارین سمالیات مخصوص رو میگردانید. دموکرات های عالم، پادشاه های عالم وقتی که حکومت به دستشان بیاد، اول اسباب راحت برای فرزنداشان آماده میکنند. اما این میدانه احتمال به تفصیل نیست. بگوید حضرت فاطمه رو پیغمبر خدا آنقدر دوست می داشتن که حضرت علی رضی الله تعالی عنه خریدار دختری ابو جهل شد. ابو جهل یک دختری داشت، شاید عیال خوشرو بود است، شاید کسی از خویشاوندانش او را به علی پیشکش کردند.
حضرت علی جوان که بود خواست که دختری ابو جهل بالای حضرت فاطمه سلام الله علیها بگیرد. البته این بعد از مدینه آمدنشان، بعد از بین رفتن ابو جهل شد دیگه این کار. حضرت فاطمه سلام الله علیها این خبر فهمیدن، پیش پدرشان رفتن، گفتن پدر بزرگوار، مردم میگویند تو پشتی دخترت نمیگیری، مردم میگویند محمد نسبت به فرزنداش بی پرواست. اکنون شنیدم علی بالای مند زنگیر شده است، باز هم کی را؟ دختری دشمن خدا را، دشمن شما را، ابو جهل. حضرت فاطمه پیش پدر بزرگوار شانده گیله کردند. یا الله، رسول اکرم این خبر چو دیدن؟ وقتی که آب دیدی فاطمه رو دیدن. البته فاطمه وقت یاش بود، 21 22 بود. بالای منبر برآمدن، مردم جمع شده بود. اصحاب گفتند من شنیدم که فرزندان ابو جهل قبیله هشام ابن مغیره دختری خودشان به علی پیشکش کردیند و علی را دوماد کردن میخواهند. اگر این راست باشد، من همچون پدر فاطمه را دوست می‌دارم و هر چیزی که فاطمه را آزار می‌دهد من آزار می‌دهد و هر چیزی که فاطمه را غمگین می‌سازد من غمگین می‌سازد. والله لا آذنو، والله لا آذنو، والله لا آذنو. قسم به خدا من این اجازت نمی‌دهم، من این اجازت نمی‌دهم. اگر علی خریدار دختری ابو جهل است، دختری من فاطمه را آزاد کند، سر بیاد، طلاق کند، بعد از آن بعد دختری ابو جهل بگیرد. والله گفت دختری پیغمبر خدا با دختری دشمن خدا در یک جا جمع نمی‌شود. ببینید چگونه رسول اکرم دخترشان را دوست می‌داشتند. یا الله، این حدیث بخاری است. ان همین فاطمه زیبا خود خمیر میکرد خانه علی را، خود با آسیاب دستی آرد میکرد، خود آب میکشید، خود خانه میروفت. دستاش از آسیاب کردن گاه آب نمیکرد، خانه میروفت، چنگ و غبار لباساش چرکین میکرد. از آب کشی سینی مبارکش که مشک در پیش برش می آورد، سینی های مبارکش در من شد. حضرت علی دلش سوخت، گفت که فاطمه جان من بیا پیش پیغمبر رویم، کنیزه که غلام بسیار اسیر آمده است، یکی از کمپیرکای کنیزه کارا و ما تیاد آخر تو رو در زندگی یاردم کنند. یک کنیزه که پیر، یک کمپیر 50-60 ساله رو تیاد از مال غنیمت خانه ما لااقل حوضی روید، لااقل از بیرون آب بیارد، علاب کند تا اینکه از همین کارهای وزنی زندگی تو خلاص شوی. حالا ما هر کدام برای دختران ما خدمتگار داریم، اما این پیغمبر زیبا فاطمه وقتی که قطع علی رفتن پرسید که جانی من برای چی آمدی؟ حضرت فاطمه از حیا در حضور پیغمبر بزرگوار گپ زده نتانست. علی این عرض رسول اکرم به پیغمبر، این عرض فاطمه را به پیغمبر گفتند، اما پیغمبر خدا را ببینید ناراحت شدند. گفتند فاطمه جان من، تو 5 وقت نماز بخوان، تو عبادت پروردگار تو گو، برای خاطر خاندان تو بچه هاش خودت کار کن، خودت آب بیار. وقتی که نماز میخوانی بعد از نماز داخل کرپه میشوی 33 بار سبحان الله گو، 33 بار الحمدلله گو، 33 بار الله اکبر گو. این برای تو بهتر است هزارها بار از او خدمتگاری که من برای تو تیام. فاطمه دختری من باشی تو خودت کار کن. ببینه
بنابر حضرت علامه اقبال میگن آن ادب پروردی صبر و رضا، آسیا گردان لبش قرآن سرا. فاطمه به دستش آرد میکرد، آسیا بسنگید دید، با زبانش قرآن تلاوت میکرد، با چشمان زیبای شهلاش اشک میریخت. اما خدمتگار پیغمبر براش اجازت نداد، زیرا اکثر اصحاب پیغمبر خدمتگار در خانه‌شان نداشتند. بار رسول اکرم خانه آمدن، این سالهای آخری حیات رسول خدا بود. فاطمه پیشواز چنبر آمد، حضرت دیدن دست فاطمه ده یک گردنبند طلایی، گردنبند طلایی دست فاطمه زیبا. گفتن فاطمه این چی است؟ گفتن پدر بزرگوار، این شوهرم علی پدر حسن برای من تحفه کرده، شاید بعد تولد حضرت امام حسن بود یا حسین، همین برای من تحفه کرده. گفتن حضرت ناراحت شدن، گفتن فاطمه آیا تو دوست نداری که مردم گویند که دختری پیغمبر خدا در گردنش زولانه از زولانه های دوزخ آویزان کرده است؟ روایت چی است؟ ایسرک ان تقول الناس ابنة رسول الله فی یدها سلسله من نار. گفتم فاطمه دوست می‌داری که مردم گویند که دختر پیغمبر است و در دستش زنجیر از زنجیرهای دوزخ است؟ همین دوست می‌داری؟ اگر تو دختری من باشی این برای تو در کار نیست.